سلام بیننده عزیز، اخبار آزادی را من مومین احمدی از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تقدیم میکنم. امروز 29 آگوست است. نگاه به چند گزارشی برنامه. در پی باران‌های موسمی که آبخیزی را به وجود آورد، در پاکستان بیش از 1000 نفر هلاک شد. این کشور امیدوار کمک جامعه جهانی است. من هیچگاه خسارت را به این مقیاس ندیدم. حتی برای توصیف آن کلمه مناسب نمیابم. در همایش در کلاب به جلب سرمایه در حجم بیش از 3 میلیارد سامانی سازش شده است. معلوم نیست که تا کجا سرمایه گذاران به وعده وفا میکنند. قصه زنی که در دهه خرمشهر ترسونزاده همکاری زنانه و همکاری مردانه را بر دوش دارد. از یک خبر شروع میکنیم که همین لحظه به دست ما رسید. در خیابان‌های مرکز ختلان عکس‌های احمد بیگ سعیدوف 35 ساله نصب شده. مقامات از ساکنان درباره‌اش معلومات می‌جویند. منابع رادیو آزادی گفتند سعیدوف شب 18 به 19 آگوست امسال از بازداشتگاه فرار کرده است. سعیدوف در آغاز ماه آگوست امسال در قطار 12 کسی دیگر از روسیه به تاجیکستان استرداد شده به حمله غارتگرانه و تصرف پل کلان در دنقره متهم است. بعد فرار سعیدوف، ایدیبگ محتاجوف، یک مقامدار بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه به اتهام دست داشتن در فرار این محبوس دستگیر شده است. و خبری از پاکستان. در پاکستان عملیات نجات مردم از مناطق آفت زده ادامه دارد. در همین حال وزیر کارهای خارجی این کشور امید دارد که سازمان‌ها و جامعه بین المللی به پاکستان کمک مالی خواهند کرد. شهباز شریف سروزیر این کشور به محل حادثه رفته خودش با آسیب دیدگان غذا تقسیم کرده است. همکارم کیومر سیاتو گزارش می‌دهد. روز یکشنبه در رسانه‌های جهانی لحظه نجات یک جوان از داخل رود پرتوغیان نمایش داده شد که در مناطق شمال و غربی پاکستان به وقوع پیوسته است. چرخبال نظامی تا حد امکان پایین شده جوان را از حلق سیل دهشتبار بیرون کرد. آخری هفته گذشته نظامیان پاکستان صدها نفر را از منطقه‌های آفت زده به مکان امن بردند. مقامات پاکستان میگویند از ماه ایون تا 28 آگوست امسال در نتیجه آمدن سیل و آبخیزی 1061 کس جان باخت. سیل امسال به بیش از 33 میلیون نفر دیگر ضرر رسانده تقریبا 1 میلیون خانه را ویران کرده است. با اطلاع رسمی زیاده از 2 میلیون هکتار زمین کشت، بیش از 3400 کیلومتر راه و تقریبا 150 پل نیز نابود شد. در صحبت با خبرگزاری ریترز، وزیر کارهای خارجی پاکستان بلاول بهوتا زرداری اظهار امید کرد که جامعه جهانی برای رفع عاقبت‌های این فاجعه طبیعی به کشورش کمک خواهد رساند. این فاجعه کاملا دهشتبار است. من هیچگاه خسارت را به این مقیاس ندیدم. حتی برای توصیف آن کلمه مناسب نمیابم. اصطلاح بارانه‌های موسمی و یا آبخیزی برای شرح این حادثه کافی نیست. وزیر پاکستانی میگوید هفته روان اسلام آباد از اعضای سازمان ملل درخواست خواهد کرد که برای رفع این فاجعه یاری رسانند. او علاوه کرد که کشورش برای پیشگیری پیامد ناگوار این گونه فاجعه ها که به تغییر اقلیم ارتباط دارد به اندیشیدن و اجرای اقدام های مناسب نیاز دارد. هفته روان صندوق بین المللی پول تقدیم بخش های هفتم و هشتم قرض را به پاکستان بررسی می کند. این برنامه سال 2019 هم شروع شده. طبق آن پاکستان برای بیرون شدن از بحران به 1 میلیارد و 200 میلیون دلار قرض صندوق دسترسی پیدا خواهد کرد. پیوندان آرز و رمزی وزیر بکوف‌ها فعالان بازداشت شده بدخشانی میگویند 1 ماه باز آنها را ندیدند و نمیدانند در چه وضع و شرایطی هستند. اما روی خط داروهایی که مقامات آوردنش را خواستند نگرانیشان را درباره احتمال سخت شکنجه شدن آنها بیشتر کرده است. مقامات در این باره گپ نمیزنند. هر دوی آنها آخر ماه ایول در روسیه ناپدید و دیرتر در تاجیکستان از خود درک دادند. وزیر بکفا در نواری که معلوم نیست در چه شرایطی ثبت شده است گفته بودند اختیاری برگشتند، ولی نزدیکانشان میگویند این صحنه سازی است. همکارم میرزانبی خالقزاد با پیوندان آنها صحبت داشت و حالا همراه ماست. میرزانبی، اطلاع آخر درباره وزیر بکفا چیست؟
بله، همین چند لحظه پیش از برنامه با پیوندان وزیر بیکوفا صحبت داشتیم. در این مدتی که آنها در بازداشتگاه هستند، یعنی از روزی که از روسیه به تاجیکستان آورده شدند، پیوندانشون درباره احوال آنها هیچ درکی ندارند. ولی پیشنهاد روی خط دارو از داخل بازداشتگاه برای آنها پیوندانشون رو بیشتر نگران کرده است. سابرینا آتانبکوفا، همسر آرز وزیربکوف که در روسیه به سر میبرد، در صحبت به ما گفت که در این روی خط دواهای به مانند بادیاگا، فوراتسیلین، ولفارم و چند داروهای دیگر هستند. آتانبکوفا گفت طبیبان به آنها گفتند که این داروها اساساً برای دوای زخم و داغ‌هایی که بر اثر ضربولت در پوست و عضوهای بدن پیدا می‌شوند استفاده می‌شوند. این داروها را روز پنجشنبه هفته گذشته خریده به بازداشتگاه برده بودند. آیا سبب این حالت را از مقامات هم پرسیدید؟ آنها چی میگویند؟ ببینید، مسئولان بازداشتگاه و مقامات تفتیشاتی به سوالای ما هیچ پاسخ ندادند و زنگ‌های ما هم نتیجه نداد. اما پیوندان آرز وزیربکوف میگن از زمانی که آنها به دوشنبه آورده شدند وکیل مدافع دولتی دارند، ولی اجازه گرفتن وکیل مدافع از طرف نزدیکان را ندارند. به اطلاعی از وضع آنها از همین سبب بوده است. آیا اتهام ضد آنها مشخص شده است؟ با کدام ماده ها عموما گمانبر هستند؟ معلوم است که آنها را در پیوند به حادثه بدخشان دستگیر کردند، ولی کدام بند قانون و کدام گناه مشخص نیست. پیوندان آنها میگن درباره جریان تفتیشات هیچ خبری ندارند و نمیدانند جرم آنها چی است. آنها میگن وقتی از نماینده‌های بازداشتگاه میپرسند که چرا اجازه ملاقات با آنها را نمیدهید، فقط یک جواب میدادند: فرمان از بالاست. و آرز و رمزی وزیربکوف ها با نظرهای تنقیدیشان نسبت مقامات تاجیکستان معروفند. مقامات روسیه تا هنوز درباره آنها چیزی نگفتند و شرح ندادند که چطور شهروندان این کشور در تاجیکستان پیدا شده. تشکر میرزا نبی. مقامات در کلاب با برگزاری یک همایش گفتند که با کارخانه و تاجران داخلی و خارجی برای همکاری در حجم بیش از 3 میلیارد سامانی شرطنامه بستند. معلوم نیست که تا کجا این سازشنامه ها عملی می شوند. این همایش در شهر کلاب، سیومین کلانترین شهر تاجیکستان، 2 روز دوام کرد و محمود جان رحمتزاده همکار ما در آنجا حضور داشت. گزارشی او را می بینیم. این قسم های احتیاطی ماشین ها در کلاب ساخته شده اند. آنها را برای نمایش به فرم بین المللی اقتصادی آوردند. حالا این کارخانه در منطقه آزاد اقتصادی کلاب به طور سنجشی به کار درآمده است. گفته می شود بعد از این کارخانه مشترک تاجیکستان و چین پر را به کار سر خواهد کرد. قسم‌های احتیاطی که استحصال کردند تجهیزات از جمهوری خلقی خیتوی وارد گردیده با نصب متخصصان خارجی وصل نصب گردیده، عین زمان در شکل تستی استحصال گردیده ایستادند. در قطار این زیاده از 15 نفر زن‌های محلی به کار دائمی جلب می‌گردند. در فرم امساله سفیران چند کشور شرکت داشتند. کارخانه‌های مشترک هم محصولات خود را به نمایش گذاشتند. شرکت ایرانی پیشتاز پسرگاد استحصال روغن ماشین را در منطقه آزاد اقتصادی دنقره تبلیغ کرد. ما انشالله در آینده خودمون یه مقدار که شرکت گسترده تر بشه، واحد اصلی رو در منطقه آزاد اقتصادی دنقره و بعد واحد شماره 2 رو انشالله در منطقه آزاد اقتصادی کولاب هم ایجاد خواهیم کرد. پیش از آغاز فورم، سرمایه‌گذاران برخی سفیران از کارخانه‌های صنعتی و منطقه آزاد اقتصادی کلاب دیدن کردند. مقامات میگوید که با این هدف می‌خواهند که شریکان اقتصادی خود را پیدا کنند. فورم بین المللی اقتصادی در شهر کلاب 2 روز دوام کرد. در اینجا فورم بین المللی اقتصادی الکی برگزار شد. در این فورم نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان جمهوری خلقی خیتای و نمایندگان جمهوری عربی اشتراک داشتند. مقامات شهر کلاب و ولایت ختلان میگوید که با برگزار کردن فورم بین المللی اقتصادی، جلب کردن سرمایه خارجی و ساختن کارخانه‌های مشترک در شهر کلاب و منطقه آزاد اقتصادی ولایت ختلان است. در آخر فورم بین المللی اقتصادی کلاب 2022 15 سند امضا شد. هنوز روشن نیست چی مقدار از آنها عملی خواهد گشت. 3 سال است در چنین فورم سندهای زیاد امضا می شود، اما شماره کمی آنها به اجرا می رسد.
در یک دهه شهر ترسونزاده که مردان به مهاجرت رفتند، زنها به تنهایی با کودکان خردسال زندگی را پیش میبرند. همکاری ما از روزگار و زحمت این زنها در صحرا فیلمی کوتاهی برداشت. حالا پارچه از آن را اینجا میبینیم. هم yerkayda ham ishini qilishga quvvatim ketib charchib qolaman. Kelaman, keyin dam olaman, yana takrorlanaveradi. Shu odatiy hol bizga shu ish endi. Go'yisiga charchaymiz, yoshlar vaqt charchaymiz. Ham yerkayda ham xotin ish qilishga har bitta mard xotin ham charchaydi. Biz rayonga borgan paytimiz xotinlar bizga aytadiki, nima qonlaringiz yorilib ketgan, ana betlaring qorayib ketgan deydi dedim. Keyin biz hijolat bizga biz ham orzu qilamizki, shu pason kiyinib narsa qilish. Nega bizda imkon pason bo'lamiz, lekin baribir betimiz qora, qonlarimiz yorilgan, oyoqlarimiz yorilgan. Ko'rishadi. Biz ham o'shalarga qaraymiz, lekin bizga nima yo'q, imkoniyat yo'q. Keyin shuni nima qilish, baribir shu ro'zg'or kunli ish bo'laveradi. Shu betimiz mana oftobga turamiz, qorayamiz, qo'limiz ishlaymiz, o'roq o'ramiz, erkaklar qilib yoriladi qo'limiz. 97-yil to'yimiz bo'lgan. Shu turmush qurganmiz xo'jayinim bilan. Erim bilan hayotimiz yaxshi. Yomon bo'lsa 5 ta farzand ko'rardik, yaxshi hayotimiz. Ikkala Hasan Husanlar ko'p shumroq. U balalar, katta balalar umuman menga ozor bermagan. Shular shumroq, sal nima bo'laman, pissiq bo'laman lekinlar. Ko'p bezori bular, Hasan Husanlar ko'p bezori, hasigida pissiq bo'laman. Yoshirmayman, o'g'lim bir orzusi o'qish edi. Lekin dadasi men yoshim ancha o'tibdi, charchadim ishlashga, Rossiyaga, ish qiyin degani uchun o'g'lim ham 2 yildan beri dadasining yonida ishlayapti. Nima, o'g'limning armoni o'qish edi, o'qiy olmadi. Shu armonni o'zimga nima bo'lish uchun qolmasin deb ukalarini o'qitibdi. Hayol fikrim shu katta o'g'lim rosa yaxshi ko'raman, mehrimni berganman. Shu o'g'limga voy vatan qilay, o'g'lim mendan keyin qiynalmasin. Biz hayotga ancha qiynalganmiz. Ichishga, yeyishga narsa qandaydir endi go'daylikka borganmizmi? Yosh bo'lganmizda turmushda qanday, hayot qanday nimaligini bilmaganmiz. Bunday narsadan qiynalmaganmiz, kiyimdan, yeyishdan qiynalmaganmiz. Lekin go'day bo'lganmiz, hayotni achchiq tushunmaganmiz, bir-birimizni tushunardik, yaxshi edi. Umuman biz mana 3 yil, 4 yilgacha bir janjal yo bir urush qilmaganmiz. Ki bunday mana hozir yoshlarni ko'rib aytaman-da, men xo'jayinim bilan umuman urushlar narsa ham qilmaganman. Bizda shunda hech kim yo'qligi uchun bizga menga qaysi singil bona bir qaynona bo'lgan yo qaynota bo'lmaganmi, biz janjal qilmaganmiz. Shunda yaxshi yashaganmiz. Faqat xohlaymanki kelsin yonimga. Yaxshi, meni xo'jam hech bunday menga yomon urmaydi, surmaydi, yomon gapirmagan. O'g'lim shu Rossiyaga ketsa dedi, uyga boraman dedi. Kelmadi bekor. Shu ro'zg'or boshimizga tushdi, shu o'tkardik ro'zg'orda. شکل کامل این فیلم را در سامانه رادیو آزادی و فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب ما تماشا کنید. بیش از 50 مسافر یک اتوبوس سمت تاجیکستان روسیه میگویند راهی را که گفته میشد 2 روزه خواهد بود 4 روز باز طی دارند. آنها می‌افزایند که در این مدت اتوبوسشان 5 بار ویران شد و ساعت‌ها آن را تعمیر کردند. پیشتر چند شرکت مسافرکشانی اعلان داده بودند که مسافران را در مهلت کوتاه از خوجند و دوشنبه تا شهرهای روسیه میبرند. شرکت مسافربر مشکل را شرح نداده است. مسافران گفتند تازه وارد سرحد قزاقستان شدند و باز اتوبوس از کار ماند. پایان اخبار آزادی. خبر و عکس و ویدیوهای بیشتر را هر لحظه می توانید در سامانه آزادی و صفحه های رادیو آزادی در اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و توییتر پیدا کنید. خوب و خوش و کامگار. خدا نگهدار.